اسماعیل صفوی. اومد روی منبر گفت دیگه دوران تقیه تمام شده، من میخوام خطبه بکنم و لعن ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه و حفصه بکنم. هر کسی تبرا نکرد، تبرا رو ما اینجوری بکنیم. وقتی من میگم بر عمر لعنت باید بگید بیش باد و کم مباد. این صیغه جواب بود، بیش باد و کم مباد. این بیشمار مخفف همین جمله است. وقتی که دستور داد خطبه رو خون، بعد بنا کرد به لعن کردن، جمعیت ساکت شدن، شیعه هم ساکت شدن. داد زد تبرا کنید، شیعه ها با ترس و لرز گفتن بیش باد و کم مباد. سنی ها ساکت شدن. گفت قزل باشان، همه شمشیر رو کشیدن بیرون. گفت تبرا کنید، تمام جمعیت شروع کردن میگن بیش باد و کم مباد، همه لعنت فرستادن. گفت حالا شد، حالا باید ما برنامه رو شروع کنیم. چند تا برنامه‌ریزی اساسی کرد. یک، حمله کرد به سمت ایران، از بالا شروع کرد به گرفتن ری، همینطور اومد جلو اصفهان، یزد، کرمان، شیراز تا خود به اصطلاح دریا رو رسید. تمام این شهرها سنی بودن. وقت تو این شهرها چیکار میکرد؟ یک، باید همه شیعه بشن. از آن اشهد ان علی ولی الله، اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجه و حی علی خیر العمل. گفت اگر کسی این دو جمله رو نگفت او رو گردن بزن در جا. دو، تمام سنی ها باید صبح به صبح با صدای بلند بعد از نماز صبح 110 بار بگن یا علی یا علی یا علی، 110 بار. 2 نفر شاهد عادل هم شهادت بدن که این آقا گفته، امروز صبح گفته. و باید هم با صدای بلند 4 نفر، ابوبکر، عمر، عثمان و معاویه و 4 تا زن، عایشه و حفصه و ام الحکم و هنده رو لعنت باید بکنن. بعد باید هم شهادت بدن. تو بازار مأمورین امر به معروف که دارن حرکت میکنن و بلند لعنت میگن، اگر کسی نگفت بیش باد و کم مباد، بازاریا در این کار در جا باید گردن زده بشه. بعد شروع کرد آقا این قانونش رو گوش بدید. من یه وقتی داشتم کتاب حلیة الاولیاء حافظ ابی نعیم اصفهانی رو میخوندم. این کتاب 10 جلده، بزرگان سنی رو معرفی کرد. میگه شیخ ابو نمیدونم چیه اصفهانی، قبرش در محله چی اصفهان، شیخ چی در کجا دفنه، شیخ چی در مثلا بزرگان سنی تو این شهر. این وارد هر شهری که میشد اینا مقبره داشتن، آرامگاه داشتن، دستور میداد تمام این آرامگاه ها رو خراب کنه. در شیراز میگن آرامگاه های بزرگان سنی رو خراب کرد. در کرمان، در یزد، در کازرون جنگ مفصلی شد سر آرامگاه ها، تمام آرامگاه ها رو خراب کرد. که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شیرازی میفهمدن اگر ایشون این کارو نکرده بود، الان این آرامگاه ها به عنوان آثار باستانی تو هر شهری پدر ما رو در می‌آوردن. فلان قبر فلان عالم سنی، فلان دانشمند سنی، خب آثار باستانی بخوای خراب بکنی، نمیدونم سازمان چی احیاء تراث سنت قیام میکنه که چرا قبر علما رو خراب می‌کنی؟ تمام از دم خراب کرد. هر جا امامزاده بود یا عالم بزرگشه قبرش باید آباد بشه. وقتی که این جوان 15 ساله تمام اینا رو تسخیر کرد، اومد وارد کاشان شد. مردم کاشان شهر رو بستن، زینت کردن، نقل و شیرینی در باغ فین کاشان 3 شبانه روز زدند و رقصیدن و از این شاه شیعه استقبال کردن. بعد دستور داد قبر ابولولو رو تعمیر کنید، این قبر باید احیا بشه. از اون طرف اومد قم، تو قم هم مردم قم و علمای قم از او استقبال کردن. میگن تنها استقبالی که این تو عمرش شد تو این 2 تا شهر بود. بعد اومد به سمت عراق رو فتح کرد، قبور تمام ائمه اطهار رو تعمیر کرد، صحن ساخت، آرامگاه ساخت. وارد بغداد شد، قبر امام کاظم و امام جواد رو تعمیر کرد و نوشتن در تاریخ قبر ابو حنیفه رو خراب کرد. اونجا نمیدونم که چی بوده سوزوند. بعد دستور داد 10,000 نفر لشکرش بیان روی این قبر رد بشن، خلاصه یه کاری بکنن و به هر نفری 25 دینار تبریزی حق القدم داد. حالا من خیلی مفصله، من تهران 1 ساعت برای این آقا منبر رفتم و گفتم بچه شیعه ها این آقا ولی نعمت ماست،
مرحوم علامه بزرگوار ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، در کتاب لوامع صاحب قرانی میگه بعد از پیغمبر و اهل بیت بر گردن ما شیعیان حق شاه اسماعیل صفوی و میگه باید در هر حرمی که رفتیم از طرف او و نوادگان او سلاطین صفویه باید زیارت بخونیم. بعد میگه دلیلش هم این است که همه تون میدانید تمام بلاد کافر بودن، این عین عبارتشه، یعنی سنی بودن و او آنها را شیعه کرد و به سوی اهل بیت راهنمایی کرد، عزاداری ها راه اندازی کرد، اصلا خونریزی های روز عاشورا راه اندازی کرد، مشک پوشیدگان های روز عاشورا راه اندازی کرد، جشن عید قدیر را راه انداخت، جشن فرحت الزهرا را راه انداخت. چه کرد این جوان، این آقا چه کرد برای تشیع؟ یعنی ماها یه وقتی اینو داشتم میگفتم رو منبر، یا آقای بلند شد گفت پس رو این حساب اگر این آقا نبود ما سنی بودیم، ما سنی بودیم.